سلام. شده این که کارات رو خیلی سریع انجام بدی به ضررت تموم بشه؟ شاید دیده باشی بعضیا یه کاری که توی یه رو انجام میدی رو 3 روز طولش میدن، ولی وقتی میخوان ارائهش بدن یه جوری با آب و تاب تعریف میکنن که هر کی ندونه فکر میکنه شاخ قول رو شکستن. حالا برعکسش چی میشه؟ یه کاری که هیچکی ازش سر در نمیاره و کلی زمان میبره رو میدن به تو و میگن این که کاری نداره، 10 دقیقه‌ای باید تحویلش بدی. وقتی هم که تحویل میدی شروع میکنن بگن این ورش کجه اون ورش کجه، در این قضیه تشکر خشک و خالی. خلاصه که تعادل رو رعایت کن و بیشتر به ارائه کارت فکر کن. مثل اونایی نباش که تنبلن و کار نمیکنن. تو واسه برکت پولت کار میکنی. درسته کمه، ولی وجدان خودت راحته. میدونی اگه دینی هم باشه سر سازمانته که به تو نرسیده، نه سر تو که از کارت کم داشته باشی. شاید شعاری باشه، ولی اگر دسته پرتلاش ها هستی یه کمی به زندگی تو زن و بچت دقت کنی، برکت و حلالی پولت رو متوجه میشی. خب بریم سراغ آموزش های امروز خودمون. ممکنه شما بخواید یک جدول بزرگ رو به 2 جدول تقسیم کنید. مثلا بخواید این 2 سطر رو از جدول اصلی جدا کنید. برای این کار یک ستون جدید اضافه میکنید و برای اینکه قالب اون تکرار نشه میایین از کلید ترکیبی کنترل شیفت اند خط فاصله استفاده کنید تا خطوط جدول تکرار نشه و شما با این کار 2 تا جدول کاملا مجزا از هم خواهید داشت. براتون اتفاق افتاده که یکی از همکاراتون ناگهان پشت سرتون ثبت میشه و شما نمیخواید بعد از قسمت‌های کاری که دارین انجام میدید ببینه. برای این کار و برای هاید کردن بعد از اطلاعات شخصی افراد، مثلا من شما رو تماس رو انتخاب میکنم، اون موارد رو انتخاب میکنید، دکمه کنترل 1 رو میزنید، اینجا میرید داخل کاستوم و داخل تایپ مینویسید سمیکالون یا همون نقطه ویرگول و محرمانه رو به این صورت تایپ کنید تا موارد کاملا نامرئی باشن. مشاهده میکنید که در بالا قابل رعایت و در جدول غیر قابل رعایت هستن این موارد. راستی لایک و سابسکرایب یادت نره.